خب الان I'm literally nervous و چیز خب اصلا داستان رو بگم. خب یه آهنگ هم دادیم چیش میکنم یادم نمیاد اسم آهنگش چی بود. خب نباید اینجا اسم آهنگ رو نباید بگی. خب داستان این سرور از جای شروع می شود که یک مرد گی، یک مرد زیبا، یک مرد کاملا عزیز به اسم ایلیاس میخواد سرور بزنه. سرور میزنه. هیچ کنیم ما پیسی نداریم. داریم یعنی بلد نیستیم چجوری ماینکرافت این چیزا بریزیم. هیچی. من ماینکرافت داشتم فقط نمیدونستم چجوری سرور مرور اینا کار میکنیم چون نتم ضعیف بود. فکر کردم مثلا وی پی ان چیزی میخواد. هیچی این سرور ران میکنه. من میام رفیقم مسپا رو میارم تو سرور. هیچی یه مدتی حالا چیز میکنیم دایمندی میشیم و فارم آهن و کلی فارم و این چیزا. 2 روز اول فول دایمند میشیم با وجود اینکه هیچی بلد نبودیم تا قبل اون. هیچ کنون جاوا پلیر نبودیم. من یه مقدار بدراک پلی داده بودم. فقط بعضی از کنترل‌های جاوا رو میدونستم که این کندنه، این ضربه میزنه، هم میکن هم ضربه میزنه، همین این چیزای ساده. خب هیچ فارمی هم بلد نبودیم. الیاس همه فارما رو به ما یاد داد که تنها فارمی که بلد بود یه دونه ویلیجر بود. ویلیجر بریدر بلد بود بسازه توش با ویلیجر ها ترید کنیم. یه دونه هم فارم آیرون. هیچی. من رفتم یه حدود 100 تایی، یعنی نت من رفت قبلش. خب دارم خیلی جلو توضیح میدم. سب کن اینجاها رو توضیح بدم. از روز دوم به بعد، از اونجایی که الیاس رید میشه و سال 1 بار وارد سرور میشه، از اونجایی که ما بلد نبودیم سرورهای اینترنت رو به یکدیگر بگیم، میدتش به مصباح رفیق خودم. بله من هم خواستم یه سری کامن بهش یاد دادم که بگم به این درد بخوره اوپی به جز چیز یعنی بن این چیزا بهش یاد دادم. خب حالا تو سرور هر روز یه فارم با آیتمای کریتیو و یعنی اینترنت هم میره قبل اینکه بخواد فارمای کریتیو رو بسازه. خب من آموزش فارما رو بهش میدم توی کریتیو با کامند رو. ببین اصلا یه وضعی ببین قبل این که بخواد فرم لاوا رو بسازه فارم طلا رو میسازه. بعد رفتم یه فرم لاوا خودم ساختم آبرون نه یعنی چرا دارم میگم لاوا ماگما 24/7 کلن کریتیو بود. اصلا براش مهم نبود. هیچی سرور به فنا رفت. به فنای سگ رفت. خب هیچی بعدش چیز من یاری به اسم محمد هم کلاسیمونو بهش یاد دادم آوردم. هیچی با هم پلی دادیم تموم شد. خب من اینجایی که الان سرور دید شده بود و مثل کلید سرور باز کردنش رو بهش یاد دادم چجوری بده به همه. خب به من داد. خب اینا ببین اینا که آفلاین هم. ببین خودم اینا چی دارم میگم هزیون میگم بلش چی خود من میرم چیکار میکنم میگم که خب یادم اومد اصلا از اول سرور میخواستم سرور رو یه جوری بترک کنم. الان بهترین فرصته. خب وقتی که سرور بسته شد یعنی باز بس وقتی که سرور رو برم داد دیگه. خب
وقتی که کلید سرور رو داد بهم، سرور رو باز کردم، رفتم توی فرم کریپر چیتش که به جای اینکه بخواد 120 بلاک بالاتر از فرم کریپر بذاره که کریپر ها اسپام بشن، رفته توش اسپانر گذاشته. خب و با فرم ویدر اسکلتون که کاملا لیجیت ساخته، اصلا هم توی دنیای اوورورلد نیست و اصلا هم با اسپانر درست نشده، هیچی. با وسیله اونا این چند تای TNT گرفتم زدم سرور پکوندم. خب این کلان داستان کامله. خب الان یعنی من حالا اتفاقی که افتاد الان اگه طبق ویدیو یادم میاد همین بود، بجز اینکه اون سگشو کشتم. خب همین دیگه، برای این بزنم یه ایجید خفن اینجوری بوم بوم پا گور پا اینجوری شما نگاه کنید من پول در بیارم که نمیارم، معلومه نمیارم، هیچ وقت نمیارم. خب کجا بودیم؟ ببین 6 دقیقه رو پر کردم. ببین من کلن تونستم 5 دقیقه ایدیت بزنم، 6 دقیقه رو چجوری باید یه جوری ایدیت بزنم که خوب دیدم چیز. خب حالا پگور میکنم اون جای سگشو فعلا اوکی کردم، سگشو میزنم، هیچی دیگه همین. گو خوردم دیگه، ویدیو نمیخوام بگیرم، اصلا من OBS رو دیلیت میکنم.